سرگذشت خانواده پهلوی دوم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و همراهان کانال تاریخستان. خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. قبل از شروع ویدیو با زدن زنگوله و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید. خانواده پهلوی با وجود خدمات بیشماری که برای ایران و ایرانی انجام دادند، سرانجام در بهمن 1357 از ایران خارج شدند. محمد رضا دارای 3 همسر به نامهای فوزیه، ثریای اسفندیاری و فرح دیبا بود که از همسر اولش فوزیه دختری به نام شهناز داشت و از همسر سومش 4 فرزند، 2 دختر به نامهای فرهناز و لیلا و 2 پسر به نامهای رضا و علی رضا داشتند. همسر اول او در 91 سالگی و همسر دوم او در سن 69 سالگی به مرگ طبیعی مردند. همسر سوم ایشان فرح دیبا در قید حیات هستند و اما فرزندان محمد رضا شاه. دختر و پسر کوچک محمد رضا شاه به علت افسردگی شدید و همچنین فقدان مرگ پدر که از کودکی در آنها باعث افسردگی شده بود دست به خودکشی زدند. لیلا در سن 31 سالگی در خرداد 1380 و علیرضا پهلوی در دی ماه 1389 در سن 44 سالگی. رضای دوم ولیعهد ایران به همراه 2 خواهر فرهناز و شهناز همگی در قید حیات هستند. رضا شاه دوم بازمانده خاندان پهلوی، وارث تاج و تخت که در سن 7 سالگی به ولیعهد رسید، در حال حاضر 64 ساله هستند.